قنبری، عیسی پرتو، نبیزاده، پاسم عیسی پرتو توپ میبره به سمت راست خط دفاعیشون. حیدری، تو جدول رده‌بندی هم تیم شهرداری نوشهر با 20 امتیاز در رده دهم قرار داره و داماش گیلان با 16 امتیاز 14همه. پاس هم توپ میره به سمت راست زمین، یه پاس بلند ظاهرا برای پشت مدافعین که این اتفاق نیفتاد. دوباره توپ لو میره و باید دید توپی که به بیرون میره به رفعه چه تیم داماش به بیرون. دربی شمال کشور محسوب میشه این مسابقه و قطعاً بازی بسیار حساسی خواهد بود. علی نظر محمدی همیشه تیماش خوب بازی کردن، اما همیشه یا بهتر بگم بیشتر وقتا خطر سقوط رو احساس میکنن تیمایی که علی نظر محمدی داشته. در فصل گذشته که داماش جدال تنگاتنگی با دریای کاسپیان بابل داشت، اما در روزهای پایانی این داماش بود که تونست در لیگ آزادگان باقی بمونه و دریا تیم سقوط کننده لیگ 2 باشگاه کشور باشه. تیم داماش از 16 بازی که انجام داده 10 مساوی گرفته، 2 پیروزی و 4 باخت. این نشون میده تیمی بوده که زیاد مساوی گرفته. 2 پیروزی هم که اونا تونستن به دست بیارن بیرون از خونه. اونا یه بازی رو تونستن در مقابل شهرداری آستارا در واقع در آستارا بتونن برنده باشن. در مقابل نفس مسجد سلیمان هم در جنوب تونستن 1-0 این تیمو شکست بدن. یه باری که تو میاد به سمت چپ، نبیزاده پاس رو به جلو، برخوردی که انجام شد اما داور دستور به ادامه کار میده و بازی باید پیگیری بشه. پرتاب برای شهرداری نوشهر. امیرسام نصیری، خود نصیری این پرتاب بلند وارد محوطه جریمه میشه. موقعیت برای شهرداری نوشهر داخل محوطه جریمه و این ضربه توپ از محوطه جریمه دور میکنه. پرتاب با این ضربه سر توپو به بیرون میزنه تا نظم دفاعی تیم دوباره چیده بشه، شکلش دوباره چیده بشه. تو میاد به سمت چپ بلند به جایی که خانزادی حضور داره، توپشو به بیرون میزنه مدافع داماش. قاضی رفسنجانی بود که این کار رو انجام داد. پرتاب برای شهرداری باید انجام بشه. امیرسام نصیری این بار کوتاه، نبیزاده، خود نبیزاده یه بازیکن رو فریب میده، حالا ارسالش انجام میده که ارسال جالبی از آب در نمیاد و به بیرون میره. مورد تشویق هواداران نوشهری هم قرار میگیره. 7 دقیقه از زمان بازی گذشت، نتیجه بدون گل مساوی دنبال میشه. بهزادی
پرتاب برای داماش گیلان باید انجام بشه. قبل از شروع مسابقه با عادل علیزاده مدیر تیم شهرداری نوشهر صحبت می‌کردن که نکته جالبی که خودش هم گیلانیه و وقتی باش صحبت می‌کردن داشت صحبت می‌کرد از اینکه دو بازیکن از تیم شهرداری نوشهر جدا خواهند شد. یکی محمد صابری پوره که قطعا یکی از بهترین ها بوده در این فصل برای تیم شهرداری نوشهر که ظاهرا با خیبر بسته و دیگری علی نصیری که با شمس‌آذر قزوین به توافق رسیده و از این تیم جدا خواهند شد. نفراتی که قطعا تضار بودن برای این تیم در این فصل. یه بار دیگه یه پاس رو به جلوی خطرناکی برخورد انجام شد. داور دستور به ادامه کار میده و بعد خطایی که به سود تیم شهرداری نوشهر به دست میاد. بازی میکنه. بازی رو خود قنبری باید به جریان بندازه. اون طرف هم سعید ابراهیم پور دروازه‌بان مازنی و بابلی تیم داماش روی نیمکت نشسته. با مکس بسیار زیادی بازیکن داماش میاد تا پرتاب رو انجام بده. علی نظر محمدی هم کنارش حضور داره. طاهر نژاد میاد تا پرتاب رو انجام بده. یه پرتاب بلند به محوطه جریمه میاد. ایسا پرتاب روی توپ تاثیر گذاشته و قبل از اون داور در سوتش دمیده و بازی متوقف میشه. پرتاب رها میکنه تا قنبری بازی رو به جریان بندازه. ضربه بلند از قنبری زده میشه. ایسا پرتو قبل اون بازیکن داماش روی توپ تاثیر گذاشت. ضربه خطا برای تیم داماش باید زده بشه. ضمن که حسین کناری زادگان بازیکن تیم پرسپولیس و تیم ملی هم وارد ورزشگاه شده. این طرف هم موقعیت برای داماش که البته ثمری نداره و بازی متوقف میشه. توپ به بازیکنان شهرداری نوشهر میرسه.
محمد رضا نایج بقیه برای قنبری. پاس خود نایج در راست خط دفاعی صاحب توپ با حسین رنجبر. جلوی حسین ایدری و در نهایت توپی که به جام بشه. 13 دقیقه داماش باید زده بشه، ضمن که حسین کناری زادگان بازیکن تیم پرسپولیس و تیم ملی هم وارد ورزشگاه شده. حرکت خوب بازیکنان شهرداری، تو بیاد به سمت چپ، از تمام فضا سعی دارن استفاده بکنن بازیکنان شهرداری نوشهر. خانزادی تعادلش از دست داد و بعد توپی که به بیرون میره، پرتاب به تیم داماش میرسه. بازم بازی متوقف میشه. سامان مهرابی زاده است که تلاشش ثمر میده و در نهایت خطایی که به سود تیم داماش به دست میاد. نکته جالب انرژی که این هوادارهای دو تیم و مخصوصا هواداران نوشهری دارن میذارن فوق‌العاده‌ان. ارسال انجام میشه، آفساید اعلام میشه، داور هنوز ندیده، حالا این اتفاق میفته، بازی متوقف میشه. یه بار دیگه تو میره به سمت راست زمین، یه برخورد انجام شد. حیدری دوباره خود حیدری پشت محوطه، موقعیت برای شوت زنی، حالا این ضربه رو میزنه و تو برخورد میکنه به مدافعین داماش. خبری از ضد حمله داماش نیست، چون دوباره توپو جمع و جور میکنن بازیکنان شهرداری. پاس گلزاری به سمت چپ، اما پاسش نرسید. دوباره خودش برمیگرده و جبران میکنه حمید گلزاری. رنجبر، حجت اسلامی از همونجا ارسال انجام میشه داخل محوطه جریمه. موقعیت برای تیم شهرداری و اجازه نمیده تا توپ به بیرون بره. بهزادی سریع با این پرتاب کوتاه بازی رو به جریان میندازه. تیم داماش تیمیه که 10 مساوی داره و واقعا بردن این تیم کار سختیه. یه بار دیگه تو میره به سمت راست، سر توپ تر و تمیز، دوباره موقعیت برای تیم شهرداری نوشهر. این ارسال ناامید کننده. حجت اسلامی نتونست تکمیل بکنه کار همبازیاشو، کار خوب حیدری رو، و در نهایت ارسالش به بیرون میره.
بهزادی باید بازی رو به جریان بندازه. 17 دقیقه بدون گل. بازی که اگه قراره جذاب بشه و جذابتر از این باید گل داشته باشه تا بتونیم زیباتر از این لحظات رو تماشا بکنیم در این مسابقه. عیسی پرتو تا اینجا خوب دفاع کرده تیم داماش. پاسم تو میره به سمت راست نصیری، این پاس رو به جلوی خطرناک حیدری به تو میرسه، یه برخورد انجام شد، خودشو مینداخت با این، قطعا میتونسته خطا بگیره. حسین حیدری دفعه دومیه که برخورد انجام میشه اما این بازیکن سعی نمیکنه که داور رو مجاب بکنه که روش خطا شده، سعی میکنه به حرکتش ادامه بده. صحبتای حیدری و پرتو، ضربه کورنر را نصیری باید بزنه. حالا این اتفاق میفته، یه کار تمرین شده و حالا توی دروازه چراغ اول رو صابری پور روشن میکنه. معرکه است این پسر، خوش به حال خیبر که از این به بعد در لیگ برتر باید در ترکیب خیبر بازی بکنه. محمد صابری پور یه بار دیگه گلزنی میکنه برای تیم شهرداری نوشهر و شادی رو به جمع هواداران شهرداری نوشهر میاره. تاثیرگذاری عیسی پرتو و صابری پور که یه گل با ارزش دیگه میزنه. محمد صابری پور دوست داشتنی یه گل با ارزش میزنه. 1-0 جلوی داماش جلو میفته که عرض کردم یه تیم سخت کوشه، یه تیم سرسخت و همیشه نشون داده که راحت نمیبازه به هیچ تیمی. پاس بلند برای آبی پوشانه داماش، یه بار دیگه بازیکنان داماش پشت محوطه جریمه. بایرامی یه برخورد و حالا خطایی که روی محمد سجاد قلی بیگی اتفاق میفته. ضربه خطا برای تیم داماش باید زده بشه. فاصله با دروازه دوره اما این ضربه مستقیم زده میشه. تو برخورد میکنه به 2-3 بازیکن دو تیم، کماکان در جریان و توپ به بیرون نرفته و حالا قنبریه که توپ از آن خودش میکنه. قنبری باید بازی رو به جریان بندازه. 21 دقیقه از زمان بازی گذشت، نتیجه 1-0 رو با تک گل محمد صابری پور. حالا محمد صابری پور این بار هم تاثیر گذاشت اما مدافعین داماش با این ضربه محکم توپو دور میکنن از منطقه خطر. طاهر نژاد توپ از دست دادن لحظه ای بازیکنان آبی پوش داماش، اما در ادامه سرخپوشان شهرداری هم این کار رو انجام میدن. چه فشاری داریم میاره شهرداری نوشهر. پرس از همون جلو، خطای هند به نظر میرسید اما بازی پیگیری میشه. مهدی خانی بازی متوقف میشه و توپ به بازیکنان داماش میرسه. یوسف بهزادی
با این ضربه بلند بازی رو به جریان میندازه. توپ میاد به سمت راست زمین برای تیم داماش، پشت محوطه جریمه پاسی که انداخته شده، خط بازی خطرناک به نظر میرسید اما بازی پیگیری میشه. این طرف هم تلاش صابری پور رو نگاه کنید، دوباره توپ به بازیکنان آبی پوش داماش میرسه. علی خدایی منطقه مناسبه برای ارسال اما ارسالش کوتاه هست. دوباره خدایی یه بار دیگه موقعیت ارسال به روی دروازه و توپی که به قنبری میرسه. سریع با این ضربه بلند بازی رو به جریان میندازه اما ضربهش به بیرون میره. گوشه زمین رضا ربیعی رو نگاه کنید چقدر استرس داره. حجت اسلامی هم روی زمین افتاده، احساس ناراحتی میکنه. تیم داماش تیمی بوده که در 5 بازی گذشته 1-0 به فجر باخته، 4 گل به در واقع از مس سونگون خورده اما در مقابل مس کرمان بازیش بدون گل مساوی شد. با پالایش نفت بندرعباس هم بازیش بدون گل مساوی شد. یه 4 تا به پیکان خورده، در واقع 4-1. اما تیمی بوده که عرض کردم 10 مساوی داره در رقابت دیگه آزادگان. اون طرف هم تیم شهرداری نوشهر تیمی بوده که بازیش در هفته قبل 1-1 با مثل شهر بابک مساوی شد. با نیروی زمینی هم تو این ورزشگاه بازیش 1-1 شد. 2-0 به سطح کرمانشاه رو شکست داد. 4-1 به فجر سپاسی باخت و 3-0 نفت بندرعباس رو شکست داد. یه پاس رو به عقب خطرناکی از بازیکنان داماش و آرمان لطف خداست که توپو به بیرون میزنه. پرتاب برای تیم شهرداری نوشهر باید انجام بشه. امیرسام نصیری پرتاب بلند به محوطه جریمه، توپی که برگردوندن، دوباره خود نصیری صاحب توپ میشه، یه پا عوض میکنه، ارسالش انجام میده داخل محوطه جریمه. خانزادی حرکت انفرادی که انجام میده در نهایت فکر کنم کرنر شده، توپ رفته بیرون و ضربه کرنر برای شهرداری باید زده بشه. گلزاری روی ضربه کرنر تیم شهرداری به گل رسید. دوباره گلزاری ارسالش روی دروازه، یه گل خوشگل از اون گلای تر و تمیز فوتبالی بود که با هم دیدیم. یه ضربه پشت و پای تر و تمیز و نتیجه 2-0 میشه. نتیجه 2-0 میشه. یه گل تمیز دیگه به ثمر میرسه. دارم میپرسم گل کی زد؟ گلزاری زد. من گفتم گلزاری رفته کرنر بزنه که اتفاق نیفتاد. حمید گلزاریه که نتیجه رو 2-0 میکنه. گل خوشگل تر و تمیز هم به ثمر رسید. خب درست بوده، گلزاری کرنر رو انداخته و حجت اسلامی گل زد. نتیجه گلزادی
پاس بلند از بازیکنان داماش، اونجا عیسی پرتو حضور داره مثل یک کوه و تونست این توپو دور بکنه. صاحب تبار پشت محوطه جریمه، موقعیت برای تیم داماش. قلی بیگی دوباره توپو میبره به سمت چپ زمین، یه ارسال، اونجا خیلی خوب کار میکنه بازیکن تیم شهرداری، توپو از آن خودش میکنه. گلزاری یه لایی باز میکرد، به نظرم تو میرسید به صابری پور که این اتفاق نیفتاد. خطای خود حمید گلزاری رو داور اعلام میکنه. پاس بلند و توپی به قنبری میرسه. رضا ربیعی، مربی که در واقع به عنوان سرمربی هست اما روی کاغذ مجید ایوبی به عنوان سرمربی داره کار میکنه، وگرنه مسئولیت تیم با رضا ربیعی که تا اینجا تونسته نتیجه خوبی رو بگیره و نتایج خوبی رو در رقابت لیگ یک اولین حضورشون هست و تا اینجا تونسته خوب کار بکنه. فوتبال بسیار زیبایی را تیمش به نمایش هم میذاره. خانزادی، محمد صابری پور، خود محمد صابری پور، قلی بیگی برای داماش، توپ برد سمت چپ خط دفاعیشون برای محمد امینی. دوباره قلی بیگی موتور تیم محسوب میشه. این پاس بلند به سمت چپ، پاسش هم پاس خوبیه، فضای مناسب برای ارسال ایجاد نمیشه، اما ضربه کرنر برای داماش باید زده بشه. در لیست ما نام داماشیان رشت نوشته شده. ضربه کرنر حالا زده میشه. یه برخورد قبل از اون اتفاق افتاده که از بازیکنان داماش روی زمین، اما داور دستور به ادامه کار میده. دوباره ارسال، توپی که از همه رد میشه. مهرابی زاده گوشه سمت راست، این ارسال، ضربه سر اول از بازیکنان شهرداری پشت محوطه جریمه. اجازه شوت زنی رو تا اینجا ندادن به بازیکنان آبی پوش داماش. خانزادی، خطا کاملا مشخص بود و بازی متوقف میشه. سپرتو اومد سریع بازی رو شروع بکنه که با شیطنت بازیکن داماش همراه هست. داماش یکی از تیم‌های محبوب استان گیلان و شهر رشته که وقتی نگاه به سابقش میندازیم از تأسیسشون که در واقع استارتشون از سال 1339 با نام تاج رشت خورده و بعد تغییرات زیادی داشته. این تیم تاج به ابوذر رشت تبدیل شد، بعد به استقلال رشت، بعد به پگاه گیلان، پگاه دوست داشتنی که فوتبالشو حتما به خاطر داریم، و بعد وقتی شدن داماش دو سه باری حتی تیم عین هلال در واقع منحل شد و دوباره اومدن سهمیه گرفتن که مفصله وقتی بخوایم از سهمیه داماش بخوایم توضیح بدیم. کماکان یه رکورد تر و تمیز داره تیم پگاه گیلان. ساشا ایلیچ دروازه‌بانی که یه سری گلا با نام خودش ثبت شده در پرسپولیس، تونسته 1157 دقیقه دروازه‌شو بسته باقی در واقع بذاره که نکته جالبیه که این رکورد در لیگ فوتبال ایران هم محسوب میشه. حجت اسلامی، نبیزاده، پاسش به صابری پور نرسید. پرتو، حجت اسلامی،
حیدری نکته جالب شناور بازی کردن بازیکنان تیم شهرداری نوشهر انصافا شبیه فوتسالیستا دارن بازی میکنن. یه بار دیگه موقعیت پاس در عمق، حالا خانزادی ضربه‌شو میزنه، ضربه پای چپی که به بهزادی میرسه. 34 دقیقه نتیجه 2-0 به سود شهرداری نوشهر. مهدی خانی توپو میبره به سمت چپ زمین، جایی که محمد امینی حضور داره. طاهر نژاد عقب‌تر برای رفسنجانی. لطف خدا کارش سخت میشه، پاس رو به عقب، بازم با بهزادی کار میکنه. خطای محمد صابری پور، سریع هم میره از بازیکن حریف عذرخواهی میکنه. ضربه خطا زده میشه. حجت اسلامی پرتاب برای شهرداری. ایسا پرتو باسم حجت اسلامی روی تو تأثیر گذاشت. گلزاری نبیزاده باسم حجت اسلامی باید سرعت بده، پاس در عمق. آفساید هم چرا حالا هست، یه لحظه به نظر میرسید آفساید نیست که کمک داور دوم محمد حیدریه که آفساید حسین حیدری را اعلام میکنه. امینی قریبگی باسم به سمت چپ میبره. پاس بلند فرستاده میشه، تو میاد به سمت راست زمین جایی که علی خدایی حضور داره. کارش سخته، مجبور میشه دوباره توپو به مرکز زمین ببره. حالا صابری پور، اون طرف حیدری در آفساید بود، یه پاس در عمق عالی، این بال دیگه آفساید نیست. موقعیت برای تیم شهرداری نوشهر. گلزاری میبره به سمت راست، فضای مناسب برای پاس کاتبک، همه چیز مهیا بود، بعد خانزادی رها میکرد توپو، این اتفاق نیفتاد. دوباره موقعیت برای ارسال، فرصت برای تیم شهرداری نوشهر. کار سخت میشه برای داماش. این ضربه خطای هند نه، بازی پیگیری میشه. یه ضربه والی رو اومد بزنه محمد صابری پور که یکم هم شبیه قیچی بود، اما توپشو هر طوری از مدافعین داماش روش تأثیر گذاشتن. دوباره موقعیت، پاس در عمق بازم برای صابری پور. بهزادیه که از دروازه این بار بیرون میاد و توپ از آن خودش میکنه. از تیمای قدیمی رشت گفتیم، از نوشهر هم بگیم، از شهرداری نوشهر که امروز داریم بازیشو گزارش میکنیم، از شموشک، از ایرسوت که یکی از بازیکنان نامدارش یعنی بهمن طهماسبی هم الان اومده تو در واقع مجموعه حضور داره، یکی از فوتبالیستان به نام مازندران، بازیکنی که در استقلال، پیکان، تیمای دیگه بازی کرده و یکی از بازیکنان دوست داشتنی و چارچوب شناس فوتبال کشورم بوده. پرتاب برای داماش باید انجام بشه. 38 دقیقه گذشت، نتیجه 2-0 برای شهرداری نوشهر دنبال میشه. طاهر نژاد، زاهد تبار برای داماش، توپ از دست میره. سرخپوشان شهرداری صاحب توپن.
اونا هم توپو موقتا از دست میدن. یه کار قشنگ از مهرابی زاده، توپو از آن خودش کرد و تیمش. این پاس به سمت راست زمین برای علی خدایی، یه کار قشنگ، موقعیت برای ارسال. این اتفاق افتاد و اونجا قنبریه که توپو از آن خودش میکنه. مهدوی هم به عنوان کمک داره کار میکنه برای تیم داماش، که از بازیکنان خوب رشتی که در سالهای نچندان تو در فوتبال ایران بازی میکنه. این طرف موقعیت برای تیم شهرداری، اون پاس رو به جلویی که انداخت خانزادی و هر طوری است جمع جورش کردن مدافعین داماش. یه تعویض زود هنگام برای داماش باید انجام بشه. 40 دقیقه و اولین تعویض داماش رو شاهد خواهیم بود. علی خدایی زمین بازی رو ترک میکنه، جاشو به سعید حسین پور میده. حسین پوری که اصالتا آمولیه. ضربه بلند زده میشه از بازیکنان شهرداری. صابری پور بازی رو متوقف میکنه محمد میرزایی داور این مسابقه و تو به بازیکنان داماش میرسه، اونا باید بازی رو به جریان بندازن. لطف خدا پاس رو به عقب رو انداخت. قلی بیگی به سمت چپ برای امینی، یه کار قشنگ. بایرامی توپشو به بیرون زدن، پرتاب برای داماش. پرتاب برای تیم داماش انجام میشه، پرتاب بلند به محوطه جریمه، البته خیلی هم بلند نبود، تاثیر گذاشتن مدافعین شهرداری روی توپ. دوباره آبی پوشان داماش، یه برخورد انجام شد، آوانتاژ داور، بازی پیگیری میشه. خطرناک تو میره به سمت راست زمین، موقعیت برای داماش. این پاس رو به جلوی خطرناک، ضربه‌ای که هر طوری است در آورد قنبری، توپ دوم هم بیرون کشید. دو صحنه پی در پی رو تونستن ایجاد بکنن بازیکنان داماش. حالا چه ضد حمله وحشتناکی رو میتونه بزنه تیم شهرداری نوشهر. کارت برای بازیکن داماش، 3-1 بودن. کارت زردی که داده میشه به بازیکن داماش، مجبور شد خطا بکنه، یکم سریعتر باید پاسشو میرسوند. خانزادی خطا کردن روش و این ضد حمله وحشتناک تبدیل به یک ضربه آزاد میشه و یه اخطار به بازیکن خاطی داماش گیلان. چه سرعت خیره کننده ای داشت این لحظه از بازی. دو موقعیت پی در پی برای تیم داماش گیلان به دست اومد و قنبری دو توپ خوشگل از دروازه بیرون کشید. سریع اون ضد حمله وحشتناک برای شهرداری نوشهر رو در ادامه صحنه‌ای که با هم دیدیم و ضربه آزادی که به دست برای شهرداری نوشهر. محمد میرزایی میاد با علی فراهانی، کمک داور اول و البته داور چهارمش سیاوش خالقی صحبت میکنه.
یه کارت زرد داده میشه به یکی از اعضای کادر فنی تیم شهرداری نوشهر. ضربه آزاد حالا باید زده بشه. صابری پور و حیدری دو بازیکنی هستند که پشت این توپ ایستادن. نویزاده اومد تا به توپ ضربه بزنه. چهل و 4 دقیقه و 20 ثانیه گذشت. 2-0 تیم شهرداری نوشهر تا این لحظه بازیشو برده تو دربی شمال کشور، توی بازی حساس از هفته 17 هفته پایانی نیم فصل هم هست. ضربه آزاد رو حالا محمد صابری پور میاد، یه ضربه افتی تر و تمیز. یه گل میشد معرکه بود. ضربه که مورد تشویق هواداران هم قرار میگیره. فوق‌العاده است محمد صابری پور، همه کار میکنه در زمین. لبخند رضایت روی لبهاش و ضربه‌ای که با واکنش بهزادی همراه بود و کرنر برای شهرداری ایجاد میشه. رضا نبی‌زاده ارسالش انجام میده. این ضربه از محمد صابری پور، از ضربه‌ای که از بالای دروازه به بیرون میره. پرش فوق‌العاده‌ای داشت، یکم دقت بیشتری رو چاشنی کار میکرد، الان میتونست گل سوم بازی رو به نام خودش ثبت بکنه. منتظر اعلام وقت‌های تلف شده بازی هم هستیم. سه دقیقه وقت اضافه برای نیمه اولی مسابقه باید در نظر گرفته بشه. توپ از خط گذشته و بازی باید از کنار دروازه داماش به جریان بیفته. امینی در سمت چپ خط دفاعی، توپ به بیرون میره. پرتاب برای شهرداری نوشهر. وارد دومین دقیقه از وقت‌های تلف شده بازی هم میشیم. ایسا پرتو پاس رو عقب برای قنبری. دوباره پرتو برای قنبری. این ضربه بلند زده میشه به جایی که بازیکنی از شهرداری حضور نداره. باسم امینی، قلی بیگی مجبور میشه به عقب‌تر بره تا توپ گیری بکنه و اینطوری تیمشو از دفاع به حمله برسونه. دوباره پاس بالا به سمت راست زمین، یک کار قشنگ، حرکت خطرناک بازیکنان داماش. موقتا توپ دور میشه از منطقه خطر برای شهرداری نوشهر. بازم آبی پوشان داماش صاحب توپن. البته این اتفاق کاملا طبیعیه. داماشی‌ها تا این لحظه بازی رو 2-0 باختن، باید فشار بیارن. البته باید مواظب ضد حمله‌های وحشتناک شهرداری هم باشن. خانزادی وارد محوطه جریمه میشه، یه پاس رو به بیرون و محمد صابری پور که نتونست این توپو بزنه. کمتر از 10 ثانیه به پایان اون 3 دقیقه وقت اضافه زمان باقی موند و اینجا هم در سودش دمید. محمد میرزایی با سودی که میزنه اعلام میکنه که تیم شهرداری نوشهر نیمه اولی مسابقه رو 2-0 به نفع خودش به پایان میرسونه. 2-0 رختکن میرن و بعد دیدن نیمه دوم چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. موقتا با شما بیننده عزیز خداحافظی میکنیم. استراحتی 15 دقیقه‌ای خواهیم داشت. در شروع نیمه دوم در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
خیلی سریع معرفی بکنم. بهزادی دروازه‌بان هست، محمد ایمنی، طاهر نژاد، بایرامی، مهدی خانی، قلی بیگی، رفسنجانی، مهرابی زاده، حسین پور، لطف خدا و زاهد تبار نفراتی هستن که علی نظر محمدی رایی میدان کرده. تیم آبی پوشی که از راست به چپ میزنه در نیمه دوم در تصویر تلویزیونی و الان هم موقعیت رو ایجاد میکنه. توپ میره به سمت راست زمین، موقعیت برای تیم داماش، ارسالی که حالا انجام میشه، ارسال بلندی که از همه رد میشه و این طرف مدافعین شهرداری نوشهر توپ رها میکنن تا به بیرون بره و پرتاب براشون انجام بشه. تیم شهرداری نوشهر، تیمی که لباس قرمز بر تن پوشیده و از چپ به راست خواهد زد در نیمه دوم در تصویر تلویزیونی. قنبری دروازه‌بان هست، پرتو، نبیزاده، خانزادی، گلزاری، حیدری، صابری پور، رنجبر، نایج، اسلامی و نصیری 11 مردی هستن که رضا ربیعی رای میدان کرده. یه موقعیت هم حالا ایجاد میشه برای تیم شهرداری نوشهر همین ابتدای نیمه دوم. خانزادی، محمد صابری پور، تیم فانتزی بازی هم هست تیم شهرداری نوشهر. حیدری دنبال یار میگرده، خود حیدری پاس رو به عقب داده میشه. اسلامی، اوچت اسلامی که یه گل خوشگل تو نیمه اول به ثمر رسوند. بازی رو بهزادی شروع میکنه. گوشه زمین، ضربه خطایی که به دست میاد برای تیم داماش. سریع هم بازی رو شروع میکنن بازیکنان آبی پوش داماش گیلان. یه برخورد، خطایی که به سود داماش اعلام شد. سریع هم بازی رو شروع کرد، تو میره به سمت راست، موقعیت برای تیم داماش، ارسالی که انجام میشه. ضربه مهرابی زاده به مدافعین شهرداری برخورد کرد، تو برگردونده میشه اما موج بعدی حمله باز هم برای داماش هست. باز هم بیکار قشنگ و خطرناک، تو میره به سمت راست از همون جایی که لحظاتی قبل فرصت رو ایجاد میکنن. این بار هم پاس رو به جلویی که فرستاده شده و توپ به قنبری رسید. این صحنه قبلیه که با هم میبینیم. قنبری، زاهد تبار، توپش به بیرون میره. پرتاب برای شهرداری نوشهر باید انجام بشه. خانزادی توپ به بیرون نرفته و در جریان، حالا پرتاب برای شهرداری باید انجام بشه. تو نیمه اول بازی بسیار خوبی رو با هم دیدیم. قطعاً نتیجه 2-0 میتونه تاثیرگذار باشه روی کیفیت این مسابقه در نیمه دوم و البته شاید حملات داماش رو با هم ببینیم و ضد حملات شهرداری رو با هم ببینیم. تا اینجا که شهرداری پس نکشیده و داره حمله میکنه و مالکانه بازی میکنه. درست در مرکز زمین، خطایی که روی سعید حسین پور اتفاق افتاد. قلی بیگی تو نیمه اول هم زمانی که تو بهش میرسید منطقه بازی رو عوض میکرد و میتونست وینگرهای تیم رو راه بندازه که البته این بار پاسی که فرستاد با
هوشیاری عیسی پرتو به بیرون میره. تعویض برای داماش انجام میشه. 19 زمین بازی رو ترک میکنه، جاشو به بازیکن شماره 80 میده. عادی رفسنجانی مدافع رو بیرون کشید. قاسملو وارد زمین میشه. امیرسام نصیری دری عیسی پرتو اومد سریع بازی رو شروع بکنه. عیسی پرتو که هماهنگی لازم صورت نگرفت و مجبور شد کوتاه کار بکنه. تو به بازیکنان داماش میرسه و اونا طراحی حمله ای رو میخوان انجام بدن، اما خیلی زود توپ از دست دادن. حیدری پاس در عمقش به برای نصیری با موفقیت همراه نیست و لو میره توپ. ضد حمله برای تیم داماش، توپ میره به سمت راست. پاسم موقعیت برای تیم داماش. این ضربه و مدافعین شهرداری هستن که روی توپ تاثیر گذاشتن. خانزادی حرکت بازیکنان شهرداری نوشهر، یه موقع عالی و بازم توپی که توی دروازه قرار گرفته گل پذیرفته است. گل پذیرفته است و محمد صابری پور که دبل میکنه توی این مسابقه. محمد صابری پور مورد تشویق هواداران تیمش هم قرار گرفت. فوق‌العاده است. تو نیم اولم عرض کردم خوش به حال خیبر که یه همچین بازیکن با کیفیتی رو در ادامه فصل باید برای تیمش داشته باشه. آرزوی موفقیت میکنیم برای محمد صابری پور. نتیجه 3-0 میشه. کار داماش واقعا سخت میشه. نصیری یک کار قشنگ. حرکت بازیکنان تیم شهرداری واقعا فوق‌العاده‌اند. تو ضد حمله وحشتناک ضد حمله میزنه این تیم شهرداری نوشهر. توپو میبرن به سمت چپ زمین. نبیزاده کوتاه. حیدری دوباره برای خانزادی که البته توپشو زدن. بهتر از این میتونستن از این موقعیت استفاده بکنند. حسین پور پاس بلند سمت چپ، نتونست کنترل بکنه اونجا. توپو بازیکن داماش توپو موقتا از دست دادم و دوباره صاحب توپ آبی پوشان داماش. حسین پور این پاس ناامید کننده و توپی که به قنبری میرسه. حسین پور قلی بیگی پاسی که فرستاده شد تو میاد به سمت چپ زمین. قاسملو یه سر تو میزنه. پرتعداد هم بازیکنان شهرداری نوشهر پشت محوطه جریمه. فضای مناسب برای ضربه زدن. این ضربه که با برخورد به مدافعین شهرداری نوشهر تبدیل به یک ضربه کرنر میشه.
آرمان لطف خدا میره تا این ضربه کورنر رو روانی دروازه بکنه. ارسال انجام میشه خطرناک داخل محوطه جریمه. این ضربه سر از کنعان طاهر نژاد و توپی که به قنبری میرسه. سریع با این پرتاب بازی رو به جریان میندازه. ضد حمله شهرداری نوشهر. ارسالی که انجام میشه. خانزادی پشت محوطه جریمه بیاره با روی پای راستش میتونه شوت بزنه. این کار انجام نمیده. حیدری گلزاری این پاس رو به جلوی خطرناک در دهانه دروازه و هر طوری هست مدافعین داماش توپو جمع میکنند. قلی بیگی حسین پور فضای خالی سمت راست. آفساید هم نیست. یک کار خطرناک موقعیت برای تیم داماش. ضربه‌ای که با دخالت عیسی پرتو همراه هست. شاکی اونجا بازیکن داماش که چرا بازیکنش با دقت بیشتری این پاسو نداد. مدافع مستحکمی چون کوه با نام عیسی پرتو جلوش قرار گرفت. واقعا هم کارش سخت بود. نصیری بقبتر حیدری کاملا بازی رو در اختیار داره تیم شهرداری نوشهر. حجت اسلامی دعوت میکنه بازیکنانش رو به آرامش و اینکه یه نفسی چاق بکنن تا دوباره بتونن طراحی حملات و فشار رو روی دروازه داماش بیارن. پاس بلند به سمت چپ. نبیزاده حسین رنجبر. یه پاس در عمق. حرکت محمد صابری پور. این بار دیگه آفسایدش اعلام میشه. پنجاه و 8 دقیقه گذشته و نتیجه 3-0 به سود شهرداری نوشهر دنبال میشه. یه پیروزی دلچسب و با ارزش. تو دربی شمال کشور. پاس بلند فرستاده میشه. این طرف ثمری برای تیم نداره و به بیرون میره. پرتاب برای شهرداری نوشهر باید انجام بشه. تیم شهرداری نوشهر تو شروع این فصل دوم تو 4 بهمن ماه با نفت و گاز گشتساران تو همین زمین بازی میکنه و یعنی بازی بعدیش هم میزبانه. این طرف هم تعویضی که انجام شد محمد مهدی مهدیخانی و سامان مهرابی زمین بازی رو ترک کردند. طاهر نژاد توپ از خط رد شد و پرتاب برای شهرداری نوشهر بعد انجام بشه. 24-16 باید وارد بازی بشن. امیر عباسی و علی نصیری نفراتی هستند که باید به بازی بیان. علی نصیری که لحظات آخرشه برای شهرداری نوشهر بازی میکنه. باید به شمس‌آذر قزوین بره. و حجت اسلامی هم زمین بازی رو ترک میکنه. حجت اسلامی که یکی از 2 گل تیمش رو به ثمر رسوند. حسین رنجبر هم زمین بازی رو ترک کرد. بعد دید تیم شهرداری نوشهر به جمع تیمش بازیکنی هم اضافه میشه یا نه.
باید با قدرت بسیار بیشتری در این فصل دوم به کارش ادامه بده تیم شهرداری نوشهر. برگردیم به بازی. حرکت بازیکنان داماش از سمت راست زمین. زاهد تبار حرکتشون به جایی نمیرسه، توپم به بیرون میره. حسین کنعانی زادگان هم ورزشگاه رو ترک میکنه و مورد تشویق هواداران نوشهری قرار میگیره. این طرف هم موقعیت برای تیم داماش، پاس در آموزی با تکل بلند عیسی پرتو همراه هست. دوباره بازیکنان شهرداری تو میره به سمت چپ. خانزادی با سرعت بالای خودش یه برخوردی انجام شد، اما خبری از خطا نیست، بازی باید پیگیری بشه. خانزادی که روی زمین افتاده احساس ناراحتی میکنه. و بازی هم پیگیری میشه. قلی بیگی، فرشاد هاشمی، پاس رو به جلو، حرکت بازیکنان داماش و ضربه که با برخورد به مدافعین شهرداری نوشهر به بیرون میره. ضربه کرنر برای داماش به دست میاد. محمد میرزایی صحبت لازم رو با نفرات دو تیم انجام میده. حالا ضربه کرنر باید زده بشه. ارسال بلند، موقعیت برای تیم داماش. ضربه سر عوض مدافعین شهرداری زده شد. قاسملو این پاس بلند به محوطه جریمه شهرداری نوشهر و اونجا اجازه میدن تا توپ به بیرون بره تا قنبری از کنار دروازه خودشون بازی رو به جریان بندازه. بازم بازیکنان داماش این بارم توپو از دست دادن. نصیری، امیر سام نصیری بود که این پاسو رسوند. حالا برای علی نصیری. شصت و 64 دقیقه از زمان بازی گذشته. اینم علی نظر محمدی سرمربی تیم داماش گیلان. تعویض منطقه بازی با اشتباه همراه هست، اما دوباره مالکیت توپ برای شهرداری هست. کار قشنگ از امیرسام نصیری، آفساید هم نیست. این طرف کار قشنگ حالا محمد صابری پور اومد پاس در عمق بندازه برای نصیری که موفق نشد. هاشمی توپ میره به سمت راست، باز هم آبی پوشان داماش مالک توپ هستن پشت محوطه جریمه. حالا موقعیت برای تیم داماش. این ضربه قشنگ و یه واکنش فوق‌العاده از علیرضا قنبری. کار قشنگ بود، هم ضربه قشنگی رو بازیکن داماش محمد سجاد قلی بیگی زد، همین که خوب تونه سوپو بیرون بکشه قنبری. واسه حرکت آبی پوشان داماش.
یه اشتباه این طرف خانزادی به سمت دروازه یورش میبره، گلر هم جلو نیومده، همه اتفاقات خوب میفته و توپی که توی دروازه قرار میگیره. فستیوالی از اشتباه برای داماش با گل چهارم شهرداری نوشهر همراه است. 66مین دقیقه مسابقه، نتیجه 4-0. نگاه کنید اینجا اشتباه کرد بهزادی و خانزادیه که دروازه رو باز میکنه. بازم خانزادی رو نگاه کنید اینجا اومد جا بذاره، دخالت بهزادی و بعد در نهایت توپی که تبدیل به گل میشه و نتیجه 4-0 میشه. مورد تشویق هواداران نوشهری هم قرار میگیره. گلی بیگی حالا توپ میاد به سمت چپ، اونجا خانزادیه که با این ضربه توپو به بیرون زد تا پرتاب برای داماش انجام بشه. پشت محوطه جریمه حرکت بازیکنان داماش، این ضربه و البته قبل از اون داور در سوتش دمیده و بازی رو متوقف کرده. خطا برای شهرداری نوشهر. در هفته بعدی این رقابت‌ها 4 بهمن ماه شهرداری نوشهر تو هفته اول در واقع دور برگشت این رقابت با نفت و گاز گشتاران بازی میکنه و داماش با نفت و گاز گشتاران بازی میکنه و داماش پرتاب که نه، بازی باید از کنار دروازه ضربه بلند زده میشه. صابری پور روی توپ تأثیر گذاشت. دوباره خود محمد صابری پور. حسین پور، دو بازیکن عالی جا گذاشت، حرکت انفرادی خوب پشت محوطه جریمه، این ضربه برخورد توپ با عیسی پردو، دوباره موقعیت با برای داماش و ضربه‌ای که از کنار دروازه به بیرون میره. حرکت انفرادی حسین پور واقعا خطرناک بود. نگاه کنید ضربه اولیه که خود حسین پور زد، توپی که برخورد کرد به مدافعین شهرداری و بعد ضربه بعدی که با هم دیدیم امیر محمد ستایش و سلمان بهرانی نفراتی هستن که باید به بازی بیان. یکی از بازیکنان تیم شهرداری نوشهر که کاپیتانشون عیسی پرتو احساس ناراحتی میکنه، روی زمین افتاده. این عملیه نصر محمدی فکر کنم معترض به اینه که عیسی پرتو داخل زمین داره مداوا روش انجام میشه. نتیجه بازی 4-0 و خیلی اختلاف داره و در واقع البته فوتبال، قوانین فوتبال رو نباید زیر پا گذاشت. عیسی پرتو چون مصونیت از ناحیه سر نبود بعد بیرون زمین مداوا روش انجام میشد که الان
به بیرون در واقع کنار زمین رفته و باید مداوا روش انجام بشه. تعویض حالا باید انجام بشه. سلمان بهرانی جای گلزاری رو در زمین میگیره. « 23 امتیازی میشه. تیم شهرداری نوشهر. تو این رقابت‌ها در واقع تو هفته 17 یا هفته پایانی رقابت‌های نیم فصل لیگ آزادگان بازی‌ها به گونه‌ای بوده که مثل سونگون با پارس جنوبی جم بازی می‌کرد. در واقع قرار بود بازی بکنه تو بازی هفته پایانی که امروز برگزار میشه. صنعت نفت کرمان با صنعت مثل کرمان با پیکان بازی میکنه. به سطح کرمانشاه با نفت مسجد سلیمان. شهرداری آستارا با شهرراز شیراز. امروز یکی از بازیکنان داماش روی زمین و باید مداوا روش انجام بشه. اینجا اون برخورد انجام شد. امیدواریم اتفاق خاصی براش نیفتاده باشه. بازیکن داماشون از ناحیه سره در زمین مداوا داره روش انجام میشه. نیروی زمینی هم با مثل شهر بابک بازی میکنه. این هم کادر فنی تیم شهرداری نوشهر بود که با هم دیدیم. فجرم با سایپا، نفت بندرعباس با نفت و گاز گشتساران و صنعت نفت آبادان هم با آریا اسلام شهر. ضربه بلند از مدافعین شهرداری زده میشه. یه برخورد 73 دقیقه از زمان بازی گذشته و نتیجه 4-0. کورنر برای داماش باید زده بشه. حالا ضربه خطا زده میشه. ارسال خطرناکی موقعیت عالی برای تیم داماش. توپی که در دهانه دروازه هر طوری از بیرون میکشن. هم تیر دروازه و گلرشون و در نهایت احمد رضا ناریجی که توپو بیرون کشید و دروازهشون بسته باقی موند. این طرف موقعیت برای تیم شهرداری. یه موقعیت عالی. صحنه مشکوک به پنالتی که داور به صحنه نزدیکه و دستور به ادامه کار میده. یه لایه خوشگل انداخت اونجا بازیکن شهرداری. برخوردی که ایجاد شد اما داور دستور به ادامه کار میده. صابری پور با بازیکنان داماش. این پاس بلند فرستاده شد. این ضربه سر امین محمد ستایش. پاسش رسید به قلی بیگی. پشت محوطه جریمه حسین پور توپشو این بار بدون خطا زدن. این کارو امیر عباسی انجام میده. بعد این برخوردی که انجام شد و داور بازی رو متوقف میکنه. خطایی که اتفاق افتاد. کارت زرد داده میشه به فرشاد قاسمی. خودش خطا کرد و معترض بود. بعدش هم حالا میره سمت حسین ایدری و ازش معذرت میخواد. تو بازی همزمان مثل سونگون یه گل زده به پارس جنوبی جم.
شهرداری آستارا در خونه یه گل از شهرراز شیراز دریافت کرده. بهزاد کرمانشاه هم 1-0 از نفت مسجد سلیمان جلوی. بازی مس کرمان و پیکان مساویه بدون گل. نیروی زمینی و مس شهر بابک هم همینطور. فجر سپاسی و سایپان تو این لحظه نتونستن گلی رو به همراه داشته باشن. زمین که این طرف تعویض باید انجام بشه. خانزادی زمین بازی رو ترک میکنه و جاشو به علی اسلامی میده. سه مسابقه هم که هنوز بازیشون شروع نشده وگرنه بقیه نتایج همون نتایجی بودی که گفتم. اینجام که شهرداری نوشهر پرگلترین نتیجه این هفته رو تونسته رقم بزنه با نتیجه 4-0 تا این لحظه برنده این مسابقه است. 77 دقیقه از زمان بازی گذشته. یه پیروزی کاملا یک طرفه برای سرخپوشان نوشهری که نتیجه بازی دلچسبی روشون رو تا این لحظه گرفتن. بازی رو بهزادی بعد از کنار دروازه‌شون به جریان بندازه. یه بار دیگه حرکت بازیکنان داماش. بایرامی دنبال یار میگرده. پاس بلند و عالی به سمت چپ زمین جایی که حضور داره قلیبگی. ارسالی که انجام میده و اونجا هماهنگی پرتو و غنبری مثمر ثمر هست و توپ از آن شهرداری نوشهر میشه. امیر عباسی پاس محمد صابری پور این بار خوب نیست و به سمت چپ برای ستایش نرفت و بهش نرسید. بعد از گل سوم دیگه بازی از اون هیجانه افتاد و اختلاف 4 گل یکم جبرانش سخت میشه. عیسی پرتو ریسک نمیکنه و توپو به بیرون میزنه. کورنر برای داماش باید زده بشه. ضربه کورنر زده میشه. ضربه سر اول رو خود محمد صابری پوری که تا اونجا عقب رفته میزنه. انگیزه که باشه آدم همه کار میتونه بکنه و محمد صابری پور نشون میده که چقدر تلاش کرد و الان به اون اعتماد به نفسه رسیده. توپ لو میره. حرکت بازیکنان داماش رو شاهد خواهیم بود و حالا برخوردی که از نگاه داور با خطا همراه است و بازی متوقف میشه. حسین پور خطایی که تونست از داور بگیره در دقیقه 80 مسابقه. پاس بلند به سمت راست زمین. حالا ارسال رو به جلوی بازیکنان داماش. دخالت مدافعین و بعدم عیسی پرتو که توپو دور میکنه از منطقه خطر. آرمان لطف خدا. حسین پور. هاشمی. امینی. دوباره هاشمی.
پاس بلند به سمت راست زمین و حرکتی که در نهایت ثمری برای تیم داماش نداره و تو به بیرون میره. تعجبم از علیرضا قنبری سنگربان شهرداری نوشهری که با یه عجله خاصی میاد تا بازی رو شروع بکنه. حسین پور اومد یه لایی بندازه به علی نصیری که موفق نشد. نایج پرتو حیدری دوباره حرکت بازیکنان شهرداری نوشهر خیلی خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. یه پاس عالی به سمت چپ زمین، موقعیت برای تیم شهرداری نوشهر، موقعیت خوب برای ستایش، حالا ضربه‌شو میزنه و توپش از کنار دروازه به بیرون میره. کار قشنگ. بعد از لحظاتی هیجان رو دوباره آورد به ورزشگاه و این ضربه‌ای که کاری هم از دستان بهزادی بر نیومد، توپه به بیرون رفت. بایرامی ستایش این بار اشتباه کرد، توپ به بازیکنان داماش رسید، این پاس رو به جلوی خطرناک، تاثیرگذاری امیرسام نصیری و این ضربه که خیال همه رو راحت میکنه. ضربه پای چپ محمد امینی که با اختلاف بسیار زیادی از بالای دروازه به بیرون میره. قنبری نصیری، خود علی نصیری با تمام دل و جونشون دارن بازی میکنن. علی نصیری و محمد صابری پور، این دو بازیکنی که عرض کردم قرارداد بستن با شمس‌آذر و خیبر و این آخرین بازیشونه. به این نکته توجه بکنید، بازیکنایی که از این تیم جدا خواهند شد به لیگ برتر ما خواهند رفت و در نیم فصل دوم در لیگ برتر بازی خواهند کرد، اما با تمام وجودشون دارن بازی میکنن تو این مسابقه. محمد صابری پور که 2 گل زده و قطعا دوست نداره و دوست نداشت بازیکن تعویضی تیم محسوب بگیره و زمین بازی رو ترک بکنه، دوست داشت 90 دقیقه بازی کنه. کماکان منتظر تا یه گل دیگه بزنه تو این مسابقه، ببینیم میتونه بازیکنی باشه که در این مسابقه هتریک میکنه یا نه. انگیزه ای لازم رو داره محمد صابری پور. پشت محوطه جریمه این بار بازیکنان داماش، این ضربه خطرناک، یه ضربه جوندار زده شد از محمد سجاد قلیبیگی که از خوبهای داماش بوده. داماشی که میشه گفت نفراتش خوب نبودن تو این مسابقه، قلیبیگی یکی از خوبهای تیمش بوده. نصیری برای علی نصیری، خود علی نصیری حرکتی رو انجام میده، این پاس در عمقی اومد برای محمد صابری پور بندازه، موفق نبود، توپو از دست دادن. حالا کار قشنگ بازیکنان داماش و باز هم عیسی پرتو، ناجیه برای تیمش، معرکه است، یه بازیکن دوست داشتنی و تمام نشدنی برای فوتبال مازندران. پرتو چپ خالیه، یه پاس عالی، آگاهی محیطی صابری پور هم در نوع خودش جالب بود. این ضربه با پای چپ است حیدری و توپی که رسید به بهزادی و توپ از آن خودش کرد، سریع بازی رو به جریان انداخت. 86 دقیقه گذشت، نتیجه 4-0. پرتو
یه برخورد انجام شد. داور صحنه اول خطا ندید، اما صحنه دوم دیگه خطا بود و بازی رو متوقف کرد. نمیخواد کارت بده. خطایی که روی حیدری اتفاق افتاد. قشنگ تک به تک میشد بازی کنه تیم شهرداری. نگاه کنید استو این صحنه مشخصه که موقعیت خطرناکی به دست اومد. میتونست با کارت زرد جریمه بکنه بازیکن داماش رو. شاید هم خواست مدیریت بکنه. ندیدیم چه بازیکنی این خطا رو انجام داد. شاید بازیکنی که انجام داد این خطا رو یه اخطار داشت و نخواست قرمز بده به بازیکن داماش. ضربه آزاد حالا برای تیم شهرداری نوشهر باید زده بشه. حالا زده میشه این ضربه قشنگ و اینم گل. گل پنجم به ثمر میرسه با ضربه کاشته که سلمان بهرانی به توپ میزنه. صحنه آهسته این خطا رو با هم میبینیم و گل پنجمی که تلاش بهزادی کافی نبود برای مهار این توپ و نتیجه 5-0 میشه. با این ضربه آزاد خوشگل دروازه رو باز کرد و یه پیروزی دلچسب به دست میاره تیم شهرداری نوشهر و نیم فصل با این پیروزی دلچسب داره به پایان میرسونه. جشنواره‌ای از گل به راه انداختن بازیکنان شهرداری نوشهر در این مسابقه. قنبری این پیروزی با ارزش رو به جامعه ورزش مازندران، فوتبال مازندران، فوتبال نوشهر تبریک میگم. به مردم داشتنی منطقه کوجور، ییلاق دوست داشتنی که خیلی هم فوتبالیست به فوتبال نوشهر و مازندران معرفی کرده بودن، دوستانی که امروز اومدن به ما لطف داشتن و در این مجموعه هم حضور دارن. مردم دوست داشتنی که دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن و پیروزی دلچسب 5-0 رو تونستن تا این لحظه به دست بیارن. با ساعت ما 89 دقیقه گذشت. 5-0. یه بار دیگه بازیکنان داماش پشت محوطه جریمه. منطقه کاملا کوهستانی این استادیوم واقع شده. استادیوم 5000 نفری شهدای تجنکلای چالوس و بعد از غروب آفتاب واقعا هوا سرد میشه. جا دارم تبریک ویژن به مردم چالوس عرض بکنم، عزیزانی که میزبانی مسابقه رو بر عهده دارن و اونا هم به ورزشگاه اومدن و دارن تیم مازندران و شهرشون رو مورد تشویق قرار میدن. یه حرکت انفرادی که ثمری نداشت برای تیمش، حرکت کنعان طاهرنژاد. 4 دقیقه وقت اضافه باید برای نیمه دوم این مسابقه در نظر گرفته بشه که سیاوش خالقی میاد اعلام میکنه که داور چهارم این مسابقه 4 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم باید در نظر گرفته بشه. حسین پور، خود حسین پور، قلی بیگی دوباره توپ میره به سمت راست با ایرامی. پاس عالی برای حسین پور، موقعیت و ضربه‌ای که تونست به توپ بزنه، توپ برخورد میکنه به دوباره عیسی پرتو. بچانس هم بوده، همه این شوتایی که زدن به عیسی برخورد کرده. کماکان احساس ناراحتی میکنه عیسی پرتو. این طرف ببینید ضد حمله شکل میگیره برای شهرداری نوشهر یا نه.
نصیری، یه پاس بلنده در عمق، موقعیت برای تیم شهرداری نوشهر و ضربه‌ای که عجولانه به توپ زد علی اسلامی. بهتر از این میشد از این موقعیت استفاده کرد. 1 دقیقه از اون 4 دقیقه هم گذشت. پرتاب برای تیم داماش باید انجام بشه. بایرامی پشت محوطه جریمه، قلی بیگی باز هم ضربه پای چپی که میزنه و این بار هم قنبریه که توپو از آن خودش میکنه. نتیجه بازی همزمان تغییری نداشته، فقط 3 مسابقه با یکم تأخیر شروع خواهد شد. پالایش نفت با نفت و گاز بازی میکنه، در واقع 2 مسابقه، نفت و گاز گشتاران و پالایش نفت بندرعباس. بازیشون ساعت 16 یعنی ساعت 4 برگزار میشه. صنعت نفت آبادان و آریا اسلامشهر هم دقیقاً همین ساعت بازیشون برگزار میشه، درست موقعی که این بازی تموم میشه. داماش موقعیت برای ارسال، حالا اتفاقی که انجام میفته، پرتو حمله برای تیم شهرداری نوشهر. ببینیم گل ششم رو میبینیم، یه پاس عالی برای علی نصیری. خود علی نصیری هر طوری از توپو صاحب میشه، بعد پشت محوطه رو ببینه، اما اومد با بازی انفرادیش مثمر ثمر باشه که البته توپو از دست داد. موقعیتی که میتونست گل ششم بازی برای شهرداری نوشهر باشه که این اتفاق نیفتاد. 1 دقیقه و 30 ثانیه به پایان اون 4 دقیقه زمان باقی مونده. قاسملو، قلی بیگی، تکل عالی بهرانی، خطا نیست، بازی پیگیری میشه. علی نصیری بلند به سمت چپ زمین، آفساید نبود. علی نظر محمدی شاکی از کمک اول علی فرهانی که معتقد علی نظر محمدی که کمک داور جا موند روی این صحنه. یه بار دیگه ارسال داخل محوطه جریمه. ایسا پرتو باز هم با ضربه سر توپ رسون به سنگربانشون علیرضا قنبری. به سنگربانشون علیرضا قنبری. علیسام نصیری و اینجا هم سوت پایان بازی با صدا در میاد. بازی با نتیجه 5-0 به سود تیم شهرداری نوشهر به پایان میرسه. آخرین بازی نیم فصل اولشون رو با این پیروزی دلچسب به پایان رسوندن. 23 امتیازی میشن، منتظرن تا بازی‌های دیگه امروز هم تموم بشه تا ببینیم بالاخره اونا در نیم فصل چندم جدول خواهند بود. به نظرم نتیجه خوبی گرفتن با بازی‌های دلچسب و جذابی که شاگردان رضا ربیعی انجام دادن و امیدواریم در نیم فصل دوم بتونن نتیجه بهتری رو رقم بزنن. بهروز فغانی بودم، با گزارش هم در خدمت شما بودم. امیدوارم تلاش همکارانم و گزارش بنده مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه و با شما بیننده عزیز خداحافظی می‌کنم. خدا یار نگهدار همه شما عزیزان.